بیاین یک کار میکنیم. ما میگیم که همین یک سیمه که در اینجا میپرتیم خداوند میرمون یا خاص به خاطر خودت کمک کردیم ما را به سبب همین گناهامون عفو که برای راست هدایتمون که زندگیمون را برکت بده دنیا و آخرتمون آباد که نفرانی که در همین جا سهم گذاشته نمیتونین شما هم اگر خواهین در همین خیر خوش شوین لایک بمونین و همین را در همه سامانه‌ها نشر کنین و به دیگران هم روان کنین یک تا استوریز کنین در همین خیر شما هم خوش میشوین. قامت تمام میلیونر میشکند وقتی که از در خانه داخل میشوی نگاه میکنی 3 تا فرزندک نازنین در جایگاه خواب است و راه گشتن نمیتواند. فرزندکایی که در نزد ما میبینید اینها به سن سال 7 8 9 ساله هستند. از 7 سالگی به همین بیماری دچار شده و دیگر راه گشتن نمیتواند. عقل ها سالم است ولی دیگر از پا و پر ماندگی هستند. این دو درک مانده حتی دیگر دستاشون را برداشتن نمیتواند. بسیار یک مشکلی سخت بالای این اویله آمدگی هست. تصور کنید که اگر در یک خانه یک بیمار باشد چه خیلی انسان از زورش میبیاید. در یک اویله 3 تا بیمار است که 9 میلیون دلار لازم است برای طبابت آن همین ها. 9 میلیون دلار این شوخی نیست. باز در اویله کمبغل بودن این بسیار دشوار است. حتی میلیونر بسیار عذاب میکشد. تمام بایگریشون فروخته برای خرجای آن همینا کرده هستند. در اینجا تمام حجت ها هست. باز ما با مادرشون صحبت میکنیم مادرشون خیلی نشون نمیدیم که چی بیماری ها هستند. مادر عزیز فرزندان چی بیمار هستند؟ فرزندای ما با بیماری مشنه دیسترافیا دیوشنه گرفتارن. برای طبابت اینا برای ما مبلغ زیاد درکاره. بله با شوهرتان صحبت کردم 9 میلیون دلار میشه اصلا هر یک کدومش 3 میلیون دلاری. یا چند سالگیشون شدن؟ اینا 6 7 سالگی уже راهگردیشون قینتر شد. نمیتونستن مقصد خودشون ایجاشون خسته یگون لسنیچه برآمده هم خیلی کارا را نمیتونستن. بعد آیسته آیسته ای راهگردی هم موندن. حاضر باشه уже دستاشون دیگه شروع کار نکرده است. گپ زنیشون هم کم کم уже سست شده است. مراد برای همین اگر قند است مشکل است باور بکنید وقتی که داخل خانه میشه فرزندکات هم میبینی که در جایگاه خواب هستند و راه گشتن نمیتوانند. این دو درکای ما را معلمشون اومده در این خانه درس داده ایستادن. بسیار بچکای باسواد به همین احوال پدر و مادر بسیار تربیت نسل کرده ایستادن. زبان روسی و انگلیسی و یا اینکه دیگر زبان ها را آموخته ایستادن ولی راه گشتن نمیتوانند. مشکل است. چند بیمار خانه نشون دادین شما؟ ما اول قربالا بردیم اونجا دیاگنوز موندن. بعد با مچتون در خواب کردگیم چند بار استقلال برده خواب کردگیم. من 2-3 ماه پس می بردیم من این ساده خواب میکردیم طبابت میگرفتیم. خب دعا کنین اول درجه که خداوند شفاشون بده. کجا درد میکنه؟ کجام درد میکنه؟ راه گشته عموما نمیتونی؟ نمیتونم. ای مردم چی میخوای؟ Помогите мне, пожалуйста, я хочу ходить. Помогите мне на лечение. Деньги забирайте, помогите мне на лечение, я хочу ходить. چند ساله ای؟ 7 ساله. مکتب میخونی؟ در کجا؟ در خانه؟ خونه کی درس میده تا؟ معلومه معلمه؟ زبان روسی هم میدونی؟ معلومه ای مادر دست قند بزن. شما چند ساله این؟ 10 ساله؟ شما هم راه گشتن نمیتونی؟ دستور کار نمیکنه دیگه دستور. ای مردم چی میخوایی؟ چی درد است، بسیار درد است، بسیار مشکل است. برادرای عزیز، صاحبکارای محترم، از همه شما احترامونه خواهش میکنم. بیاین سرجمعانه شوین دستگیری کنین دو درکای ما را. پدرشون به نهایت وضعیتش دشوار شدگی هست.
چی بویگریه که بود همه را فروختگی هستند. قند است در یک اویله 3 تا معیوب که کمک تب اینو بلند شود دیگر راه گشتن نمیتوانند. تصور کنید چقدر خرج می شود. چند قدر که میتونید 1 سم است، 10 سم است، 100 سم است. هر کس چین قوت توانایش خیر کنید بهر همین دخترکای ما. این خیر کردن هیچ وقت نترسین. خدا هم در دنیا و آخرت برای ما و شما برکت میده. دنیامون هم آباد میشد، آخرتمون هم. با این 1 سم و 10 سمی که ما در اینجا خیر کرده ایستادیم، خداوند در جنت برای ما قصرهای از طلا آفریده ایستاده است. بیاین چند قدر میتونین این کارت‌های پدرشون است، رقمشون است، میتونین بیاین از نزدیک ببینین. استقامت کننده شهر وحدت هستند، در وحدت زندگی دارند. بسیار وضعیت دشوار هستند. صاحبکار محترم دستگیری کنین، سهمگذاری کنین. میتونین با ما علاقه بروین، میتونین با پدرش علاقه بروین. چند قای میتونین دستگیری بکنین. باور کنین یک بار تصور کنین فرزندای خمونه. یک بار تصور کنین که در خانه بدوره که فرزندت به همه احوال باشد. در جایگاه خوب باشه. خدا هیچ کس این خیلی مصیبت بالاش نآورد. خدا در اویله هیچ کس بیماری نافتاند. باور کنین شخصایی که بیماری را داشتن در خونهشون بیماری را نگاه میکنن، اونها به قدر این زندگی میرسن. در همین جا یک مشکلات داریم ما. هر باره که نوار میکنیم، خدا را شکر یگام برادرایی که همینجا نوار کردیم ناامیدشون کردگی نیستند. صاحب خونه هم شدن، بیمارا هم توبه شدن، همه دا کمک نحس کردن. ما مینداریم از زمین تا آسمان اون نفرایی که با ما باور کردند و بیا که در سهم کارهای خیر پیشرفتی میکنند. مشکل همینه که همه آدمایی که دائم خیر میکردن باز همونها خیر میکنن. چرا دیگران نمیکنن؟ فقط ای فلان و دیگر از این گپا را ماندن. خیر که نمیکنی یا دعا بکن بگذار بره. چی لازم است؟ در آمده فتنه انداختن. برادرای عزیز بیاین سرجمانه شویم. بد هستی نیک هستی میمری. با خدا که قسم در همین دنیا است خیر کمک تو که در قیامت نجات میده. انا همین کارهای خیر دل یک معیوب، دل یک بیچاره را به دست آوردن، این هیتر قیامت آباد میکنه. این وظیفه و مال و همه چیز میگذره. هر کاری میکنی لیکن فراموش نکنی که باز میمیری. برای همین مردان هم یک چیز ذخیره داشته باشیم. قسم با پروردگار اگر نتیجه خیر را بفهمین که چقدر پاداش دارد، باور بکنین هر چیز دارین خیر میکنینش. در زمان پیامبر اصحاب پیامبر ببین خودش به هر چیزی که نیاز داشت، نه که برادرش به همون چیز نیاز داشته باشه، برادرش کمک میکرد برای قیامتشون، برای آخرتشون. حتی ببین خداوند مهربان در همه دنیا برای ما برکت میده. میگه شما یک تیم شما را 1000 میتیم. در همه دنیا خدا از جای میتیه که ما و شما درک نمییابیم. به همین سبب از همه شما من احترامونه خواهش میکنم سهم خودتون رو بگذارین تا همین دو درکای ما را خوش نگاه کنن که وضعیتشون خیلی دشوار است. ببین دوستان عزیز، یک جای خواهش پدر را گوش میکنی. سلام علیکم برادرو. همه فرزندکای ما را 3 تا که معیوب هستند را نمیگردن. یاردم کنین 1 سمیه، 10 سمیه، 5 سمیه، چند قدر که میخواین یاردم کنین. انشالله خیرتون قبول میشه. شما خواست از برای الله کمک بکنین، نه از برای من، نه از برای پدرش، نه از برای مادرش، نه از برای دیگه کس. خواست از برای الله، برای انا همین بیمارا و انا همین معیوبا.